قدیما، یعنی همین 4-5 سال پیش، پدر مادر و خیلی از دور و بریا میگفتن که برو نرم افزار بخون، برو برنامه‌نویسی یاد بگیر، یا مثلا برو مارکتینگ یاد بگیر. کاری به اون دورانی که میگفتن حتما برو پزشکی اینا بخون اصلا ندارم. ولی هیچ کس نمیگفت که آقا برو جوشکاری یاد بگیر. جوشکاری رو شاید مثلا 20 سال پیش میگفتن که برو یاد بگیری، مهارت مهمیه، یا مهارت شبیه جوشکاری. الان دوباره داره برعکس میشه. مثلا توی یک کشوری مثل استرالیا، نسل زدش از ترس اینکه هوش مصنوعی شغلش رو نگیره، از همین الان رفته دنبال کارهای فنی، چون فهمیدن که شغلایی که بیشتر به زور بازو، کار دستی یا حضور مستقیم آدم نیاز داره، فعلا کمتر قابل جایگزینی با هوش مصنوعی. این ویدیو بر اساس مقاله‌ای هست که به تازگی مایکروسافت ارائه داده. توش 40 تا شغل رو معرفی کرده که این شغل‌ها فعلا امن‌ترن، سیف‌ترن، و من این شغل‌ها رو دسته‌بندی کردم و بر اساس شرایطی که تو ایران هست این شغل‌ها رو دارم معرفی می‌کنم و به 6 دسته تقریبا تبدیل شده که هر کدوم زیرشاخه‌های خاص خودشو داره و این شغل‌ها تو زمان طولانی‌تری امن‌تر هستن در مقابل هوش مصنوعی. نوع دسته‌بندی جوریه که این شغل‌ها هم تو ایران کاربرد داره، هم تو کشورهای دیگه. خلاصه چه تو ایران هستی، چه مهاجرت کردی، چه برنامه داری برای مهاجرت، میتونه این ویدیو برات مفید باشه. البته به شرطی که آینده شغلیت و درآمدت برات مهم باشه، چون با این وضعیت آپدیت هایی که هوش مصنوعی هر کدومشون سر رقابت دارن با هم دیگه میدن، اوضاع کم کم داره خطری میشه. خب بریم سراغ دسته اول، شغل‌های ساختمانی و خدماتی، که این دسته بندی چند تا شغل زیر مجموعش. اولیش کارگر ساختمونه که متاسفانه خیلی‌ها تمایلی به انجام دادن این کار ندارن، اما خب این شغل الان شغل سیفیه و مطمئن باش که به مرور درآمدش هم بالاتر میره، چون بیشتر کار فیزیکیه و هوش مصنوعی نمیتونه حذفش کنه. مورد بعدی کسایی که تو بخش کارهای بتونی و سیمانکاری کار میکنن. از اونجایی که ایران کشوری که خیلی ساخت و ساز توش انجام میشه، خب به همین میزان به این اشخاص نیازه که پروژه‌های عمرانی بگیرن، کارهای بتون ریزی انجام بدن. این کارا نیاز به مهارت دست و تجربه داره که دستگاه و ربات هنوز نمیتونه جایگزینش بشه. اینکه یه نفر کارگر یه تیم باشه یا خودش پروژه رو بگیره، من اصلا به ایناش کاری ندارم که به چه شکل این کار قراره انجام بشه، فقط این کارها سیفه. گچکار و سفیدکار قطعاً جزو شغلاییه که خیلی میتونه سیف باشه در آینده. شغل سختی هم هست و واقعا دستمزدشون هم کم نیست. خود ما یه دوغاب برای سرویس حموم بهداشتی خواستیم انجام بدیم، برای هر کدومش تازه با قیمت خوب داشت ما حساب میکرد، برای هر کدومش 700,000 تومان گرفت، یعنی تقریبا 1,400-500 تومان واسه کاری که هر کدوم شاید یه ساعت و نیم بیشتر طول نمیکشید. دیگه حالا طی روز چند تا پروژه بگیره یا طی ماه چند تا پروژه میگیره دیگه بماند. نصاب سقف کاذب خیلی این روزا تو ایران پر کاربرده، بیشتر تو بخش دکوراسیون داخلی. نصاب کابینت، در و پنجره یا هر چیزی که مربوط به دکوراسیون داخلی میشه، اینا درگیر کارهای فیزیکیه. خب بریم سراغ دسته‌بندی دوم، شغل‌های مرتبط با تعمیرات خودرو. تو بخش مکانیک خودرو، مخصوصا تعمیرات پیچیده یا مثلا تعویض روغنی، آپاراتی، هر کاری که مربوط به مکانیک خودرو میشه، این شغل‌ها همیشه مشتری داره. حتی تو بدترین حالت ممکنم تا جایی که میشه مشتری دارن. خیلی هستن با ماشیناشون دارن کار میکنن و مجبورن که ماشیناشون رو درست کنن. و حتی فروش لوازم یدکی، این دیگه متفاوته. حالا تو میتونی اونجا به عنوان کارمند توی اون مجموعه کار کنی یا به عنوان کسی که مغازه داره، به هر شکلی، ولی خب بازارش هست. دسته‌بندی بعدی شغل‌هایی که مربوط به کشاورزی و محیطیه، مثل باغبونی و نگهداری از فضای سبز، از شهرداری گرفته تا ویلاها و باغ‌ها. این شغل‌ها در حال حاضر تو ایران پرتقاضاست. مهارت دست و سلیقه انسانی برای آبیاری، هرس یا نگهداری همچنان لازمه. یا مرتب سازی محصولات کشاورزی. توی میدونا تربا کارگرا محصولات رو جدا میکنن، هنوز اتوماسیون کاملی براش وجود نداره. دسته‌بندی شماره 4 که به نظر من یکی از مهمترین و بهترین گزینه هست برای همین الان و آینده، شغلای تو حوزه درمان. منظورم پزشکی و دکتر نیست. پرستار، کمک پرستار، دستیار. تو ایران که این موضوع نیازه واقعا. من یکی از دوستان بنده خدا پدرشون مریض احواله و نیاز به پرستار دارن، پیدا نمیشه پرستار و با قیمت‌های عجیب غریب میخوام بیان و تازه میگن که نمیدونم از این ساعت تا این ساعت کار میکنیم، بیشتر از این کار نمیکنیم، فلان کارو انجام نمیدیم. و هرچی هم میگذره، نه تنها ایران، بیشتر کشورها کم کم از لحاظ جهانی ما بخوایم بگیم، جامعه به سمت میان سال شدن و پیر شدن میره. همین الان تو دور و برت نگاه کنی، دیگه مثل قدیم نیست آدما 3
تا 4 تا 5 تا بچه داشته باشن. الان تو بهترین حالت آدما اگر ازدواج بکنن یه دونه بچه خواهند داشت، یا خیلی هم ازدواج میکنن بچه دار نمیشن، یا خیلی هم که مجرد میمونن. پس این یعنی چی؟ یعنی احتمالاً در آینده جمعیت سالمند زیادی خواهیم داشت و خب این جمعیت نیاز به مراقبت داره، نیاز به نگهداری داره. من اینو توی مقاله‌ای داشتم میخوندم که میگفت این اتفاقی فرصته برای کسایی که بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن، بتونن حالا یا شرکتی، پرستاری اینا رو استخدام کنن و همچین خدماتی ارائه بدن. هست ولی میدونم تعدادش به اندازه کافی نیست، مخصوصا برای آینده. این شغل عملاً غیر قابل جایگزینه. یعنی حتی اگر روزی تا 50 سال دیگه هم رباتی بیاد که 0 تا 100 کارهای پرستاری رو انجام بده، احتمال اینکه آدمو قبول کنن خیلی کمه. همین الانش هم آدما تو خود پرستار گرفتن کلی چالش دارن که میگن اینجوری باشه اونجوری باشه، چون میخوان یکی باشه که احساساتشون، حسشون به اون آدم نزدیک باشه، به اون آدم ارتباط خوبی بگیرن. تو این دسته یه شغل جالب دیگه هم هست، اونم ماساژور. حالا میتونه ماساژور درمانی باشه. کلا ماساژ خوبه، خیلیا توان مالیشو دارن و یه جوری قشر مرفه حساب میشن، زیاد میرن انجامش میدن. جدای از اون، با توجه به اینکه لایف استایلا، زندگی‌ها جوریه که بیشتر آدم‌ها پشت میز نشستن و خب یا ورزش‌های خاصی انجام میدن، ممکنه که دچار مشکلاتی بشن و نیاز به ماساژ داشته باشن. یعنی این شغل جزو شغلاییه که حذف نمیشه. فیزیوتراپی هم همینطور. اونم با توجه به اینکه این روزا یه ذره فرهنگ ورزش کردن داره جا میفته، ولی خب همچنان آدما احتمال داره که مصدوم بشن، خدای نکرده آسیب ببینن، مجبورن که برن پیش فیزیوتراپیست و این شغل هم شغلی که ربات یا هوش مصنوعی نمیتونه جایگزینش بشه. دسته‌بندی شماره 5، هنر و سرگرمی. اینا ممکنه که چالش داشته باشیم سرش، یه سری ممکنه موافق باشن، یه سری هم مخالف. این دسته‌بندی توی لیست مایکروسافت نبود طبق تحقیقاتی که خودم کردم و تو این دسته‌بندی 3 مدل هست. یکی موزیسیناست که با وجود این که AI هست، اما به نظرم اجرای زنده انسانی جایگزین پذیر نیست. اینو باید زمانی بهش فکر کنی که تو کنسرت خواننده مورد علاقت نشستی و داری لذتشو میبری. بازیگری و تئاتر. هر چقدر به نظرم هوش مصنوعی تو بحث تصویر بیاد شخصیت رو واقعی نشون بده و با توجه به قوانینی که تو مدیا هست مثل یوتیوب و این صحبت‌ها، باید عنوان کنن که AIه و شما بدونی AI هست ممکنه ببینی، ولی اونجوری نیست که بخوای ارتباط عمیقی باش برقرار کنی. هیچ وقت اون ارتباط شکل نمیگیره. و هنرمندایی که کارهای دستی انجام میدن مثل سفالگری، نجاری و طلاسازی، کار دست و خلاقیت عملاً بی‌رقیب میمونه. یعنی هر کسی امضای کار خودشو داره و این چیزی نیست که ربات و هوش مصنوعی بتونه انجامش بده. حتی اگه انجامش هم بده، دست انسان چیز دیگه ایه. مثالش همون مثالی که من چند باری تو ویدیوهام گفتم، فرش ماشینی و فرش دستباف. کدومش ارزشمندتره؟ جوابش به شما. تو دسته‌بندی آخر هم من یه سری شغلای مختلفی رو دارم میگم، فقط هم اسمشو میگم، ولی شغل زیاده. مثلا آرایشگری جزو شغلاییه که الان تو کشورهای اروپایی به شدت دنبالشن و پیدا نمیکنن. و یعنی کسی که تو ایران مدرک آرایشگری داشته باشه و بتونه مدرکشو ترجمه کنه و خیلی شانسش بالاست برای مهاجرت. غواصی تجاری، کسایی که روی سکوهای نفتی کار میکنن هر مدلش، اپراتور ماشینالات سنگین مثل بیل مکانیکی، جرثقیل. از این مدل شغلا زیاده، یعنی بخوایم راجبش حرف بزنیم میشه 2 ساعت این ویدیو رو پر کرد. ولی کلا بدون هر کاری که فیزیکی باشه فعلا قابل حذف شدن نیست. الان مثلا توی کشوری مثل کانادا که چند تا دوستای من هستن، به شدت شغل بازسازی پرطرفدار اونجا و دارن کار میکنن. اصلا هوش مصنوعی و AI و ربات بخواد بیاد، ربات تسلا نمیدونم ایلان ماسک بخواد بیاد، این اصلا این صحبت‌ها نیست. دارن مثل چی کار میکنن؟ اگر که شرکت برای خودش راه بندازن و به قول معروف شروع به کار بکنن. خیلی هم هستن که با این اپلیکیشن‌ها کار میکنن و مثل آچاره تو ایران. بخوام یه جمع‌بندی بکنم، به همه شغلا نیازه. هر شغلی واقعا قابل احترامه و اینجوری نیست که فقط این شغلا بمونن و امنن. مطمئناً کلی شغل جدید دیگه به وجود میاد. همه که کار فیزیکی دوست ندارن. خود من رشتم مهندسی مکانیک، تو محیط کارگاهی بودم، پای دستگاه تراشکاری بودم، پای دستگاه فرز بودم، پای دستگاه جوشکاری بودم، ریختگری کردم، هم توی دوران هنرستان، هم توی دانشگاه که تو کاردانی رشتم قالب سازی بوده، کاردانی به کارشناسی رفتم مهندسی مکانیک، دوباره یه سری دوره‌ها رو اونجا گذروندیم. حتی تو محیط‌های کارگاهی
جاهایی کار کردم، سربازیم هم جایی بودش که مرتبط با همین موضوع بود. تو فکر کن من همه سالها این کارا رو کردم و فهمیدم علاقم تو چیز دیگه ایه. یعنی باز برمیگرده به علاقه خودت. اینکه کدوم کار امتره، کدوم شغل ممکنه حذف بشه، این تو مرحله بعده. تو اول واقعا ببینی به چی علاقه داری و اونو تنظیم کنی با شرایط جامعه، با شرایط آینده. مطمئنا کلی شغل جدید در رابطه با تکنولوژی به وجود میاد که هنوز به انسان نیاز داری. پس هر کی بنا به علاقه‌اش میتونه تو کارهای فیزیکی مشغول بشه یا تو کارهایی که مربوط به تکنولوژی هست. یعنی برنامه‌نویسی که الان ممکنه که تو خطر قرار بگیره، در آینده مدل‌هاش متفاوت‌تر میشه. امیدوارم این ویدیو برات مفید بوده باشه. اگر دوست داشتین ویدیو رو بفرست برای دوستات که دنبال اینن که بدونن با آینده شغلشون باید چیکار بکنن. من تمام تلاشم تو این کانال اینه که بیام تخصصی راجع به شغل‌ها و مهارت‌ها صحبت کنم و اینکه کدوم آینده داره، کدوم ممکنه آینده نداشته باشه. بیشتر اطلاعاتی هم که دارم ارائه میدم بر اساس مقاله‌های معتبره و احتمال این وجود داره که چند سال بعد یک کوچولو اینا تغییر پیدا کنه. تمام تلاشم اینه که هم خودم هم شما آپدیت باشیم، محتوا مفید باشه و حداقل تا یه تایمی بتونه کمک کنه. چون واقعا روز به روز همه چی در حال آپدیت شدنه. خوشت اومد لایک کن. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.